با مقصد اجرای سریوقتی دستور سپارش‌های رهبریت عالی کشور جهتی در سطح بلند سیاسی استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و در زمینه آن صورت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی و توسعه آزاد نمودن محیط زیست از جمله وسعت بخشیدن معرکه نیاشنانی و سبز و خرمگردانی کارمندان تشکیلات و مؤسسات و ساکنان در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب در شفاف شوراها مرکز شهر و جامعه‌های دیهات با استفاده از باد و هوای مساعد حشر دستجمعانه نیاشنانی تشکیل کرده در برابر درختان آرایشی سویافکن و گل و بوته‌ها نیالان میوه‌دهنده نیز شناندند. طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب در موسم نیالشنانی موافق نقشه 23000 بیخ را تشکیل می‌دهد که از آن جمله 8000 بیخ نیالای آرایشی، 5000 بیخ نیالای همیشه‌سه و 10000 بیخ نیالای میوه‌دهنده میباشند. تا این دوره موافق معلومات پیشنهادی شده 9642 بیخ نیالها شناخته شدند که این نیالها بسیارتر در شفاف راه‌ها بین المللی از آن جمله شفاف شورای کلوب شمسی شاهین و کلوب مومن‌آباد شناخته شدند. این تدبیر اکولوژی بیشتر روزهای استراحتی تشکیل و برآ مانده می‌شود. کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر کلوب در خاطر دیگر کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان محل در شهرهای کلوب مومن‌آباد با شناندن نیالان آرایشی این موضوع را سبزپوش نمودند. هر روز شنبه با حشر برآمده در راه‌های کلوب مومن‌آباد درخت‌های سویافکن شناخته ایستادیم. دو طرف همین شهرها رو با درخت‌های سویافکن تامین نماییم. در دایره کارهای آبادانی و کبزورکنی برای تطبیق عملی دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خرطوم اوید با کارهای کبزورکنی از جمله صورت بخشیدن معرکه نیاشنانی و سبز و خرمگردانی محیط زیست کارمندان تشکیلات و مؤسسات و ساکنان شهر کلوب روزهای استراحتی با حشر دستجمعانه برآمده در آبادی و سبز و خرمگردانی محیط زیست سهمگذاری می‌نمایند. نظیر مصفرов، عزیزالله سعیدov برای برنامه اخبار از شهر کلوب.